خبرهای اقتصادی امروز 9 دکبر در پیام تیوی. وزیران انرژتیکی تاجیکستان و ایران در نشست دوروزی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان بیش از 25 سند امضا کردند. جواد آوچی وزیر نفت ایران و دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان در چهارچوب 15مین نشست کمیسیون مشترک اقتصاد ایران و تاجیکستان دیدار کردند. در این دیدار همکاری‌های دو جانبه در زمینه صادرات نفت، کاندنسات گاز و محصولات نفتی، کیمیا، اکتشاف و استخراج معدن‌ها در تاجیکستان، صادرات خدمات مهندسی و تکنیکی، بازسازی و تجدید کارخانه‌های کارکرد نفت بررسی شده است. طوری خبرگزاری ایرنا اطلاع می‌دهد علی اکبر مهرابیان وزیر انرژتیک ایران گفته که در این نشست کمیته تجارت، بانکداری و سقراطی ایران با همتایان تاجیکستانیشان توافقات به دست آورده اند. در ساحه معارف و میراث فرهنگی نیز گفت و شنید شده مورد باز کردن یک مکتب در دوشنبه به توافق رسیده اند. علی اکبر مهرابیان گفته است در 10 سمت افضلیتناک ساحه طب نیز سازش ها حاصل شده است. به گفته مهرابیان توافق های خوب در بخش غذا و دارواری حاصل شده است که انتظار می رود به زودی عملی شود. مهرابیان همین طور سازشنامه دیگر را در رابطه به بخش نقلیات، کشاورزی، ارتباطات و فناوری نامبر کرده است که در آن میان استان خراسان رضوی و تاجیکستان توافقات حاصل شده است. علاوه بر این بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مطرح شده است. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه با امضای یک فرمان به وزارت مالیه موظف شده است که در سال جاری برای ساختمان و مجهز ساختن مکتب‌های روس زبان در تاجیکستان تا 5 میلیارد و 740 میلیون روبل جدا کند. به اطلاع خبرگزاری تاس حجتی داخلدار روز پنجشنبه در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی نشر شده است. طبق فرمان در شهرهای دوشنبه، کولاب، خوجند، باختر و ترسونزاده مکتب‌های روس زبان بنیاد می‌گردد. مبلغ‌ها همچون خیریه از فدراسیون روسیه به خزینه اوراسیایی ثبات و رشد وارد کرده می‌شوند. بانک رشد اوراسیا به تاجیکستان در سال 2023 برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری 46 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. در این باره امروز به روزنامه‌نگاران در المعاتا در پی نتیجه های فعالیت بانک در سال جاری معاون رئیسی ریاستی بانک آسیایی رشد روسلان دلینوف خبر داد. به گفته دلینوف در زمینه همکاری و سرمایه‌گذاری استراتژی کشور برای تاجیکستان تهیه شده است. در اوایل ماه دکبر سال جاری برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به مبلغ 2 میلیون و 600 هزار دلار سازشنامه به امضا رسید که این نخستین طرح در سالهای اخیر است. دلینوف گفته است سمت‌های اولویتی همکاری‌های بانک اوراسیایی رشد و تاجیکستان ساحه انرژی، امنیت غذایی و تجارت می‌باشند. به گفته نیکلای پادگوزوف رئیسی ریاستی بانک آسیایی رشد در سال جاری بانک آسیایی رشد 30 طرح نو را در کشورهای عضو این بانک سرمایه گذاری می کند. مبلغ عمومی لایحه ها 2 میلیارد و 500 میلیون دلار را تشکیل می دهد که این نظر به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار در اول پیش بینی شده قریب 2 برابر زیاد است. به گفته پادگوزوف فعلا صندوق سرمایه گذاری این بانک 5 میلیارد و 200 میلیون دلار را تشکیل می دهد. پادگوزوف همچنین گفته که در سال 2023 سرمایه گذاری به لایحه های نو به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار در نظر است. رئیس ریاستی بانک آسیایی رشد همچنین گفته که در سال جاری بانک به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه جلب کرده است. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 9 دکبر اعلان کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 15 سامانه و 95 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1020 سامانه و 67 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1073 سامانه و 85 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1791 دلار و 72 سنت معامله شد. نرخ نفت خام.
نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های لندن $75.30 معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک $71.51 معامله شد.